برادران عزیز و گرامی، من چند روز پیش در اطراف عالم جین، گوییم یک دنیای جین که برای شما یعنی معلومات دادم، انشاءالله کسی که گوش کرده باشد در اطراف جین شاید که بعضی نافهمی ها یا اینکه بعضی نفرهایی که حتی باوری هم که نداشتن که اینش بسیار خطرش با زیادتر است، به خاطر که با آیت های قرآن وجود جین ثابت شدگی هست، من به سمع شما انشاءالله رسانیدم. ولی شاید بعضی ناگفتنی ها اگر در همین باب باشد، مقصد از دیدن جین که ما در ابتدای صحبت ما گفتیم که خودی همین کلمه جین به معنای ناعیان بودن، یعنی چیزی را وقتی نمیبینیم را جین میگن. اصلا جین به همین خاطر است. ولی گاها احیانا امکان دارد که انسان جین را ببیند، چگونه که پیامبر نازنین مانم با جین ها صحبت داشت، برای اونها سوره الرحمن خوان و آمده با در بین اصحاب و یک قصه کرد. همچون ابو هریره که حدیث امام بخاری بود که برای شما گفتم که 3 بیگاه مقصد جین خچه در صورت آدم در آورده بود و از اونجا میخواست که خواه خرما بود، خواه گندم بود، مقصد میگرفت برای خوردن، یا خودش بود یا فرزنداش بود میبرد. خلاص یعنی دیدن جین امکان دارد. من در کتاب دیدم عزیزای خدا گفتن که به صورت همون شکلی بسیار بد و درشتش ممکن است که انسان او را نبینه، ولی وای خودش اگر در شکل یا صورتی اگر انسان در آرد یا حیوان در آرد، که ما دیدیم که بسیارتر با سگ سیاه، گربه سیاه، مار سیاه خودش تبدیل میداد، با اون صورت ها کند، دیدن وای مقصد امکان دارد. ولی اون صورت بسیار دهشتی که صاحب شاخ بودن، صاحب مثال کله های کلام بودن یا چشم های بسیار ناخوب بودن، با اون شکل شاید که انسان نبیند او را. از این لحاظ این یک مسئله دیگری. و مسئله دیگری که آیا من بعدا سوال دادن که آیا جین ها قوت برداشتنی یا قوت از خانه چیزی را دزدیدن دارن یا ندارن؟ اینجا هم برادران عزیز من یک حدیث برای شما میخوانم، شما اهمیتین. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتن که امام بخاری میارد، انا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اغلق بابک واذکر اسم الله و اطفئ مصباحک واذکر اسم الله و اوک سقاءک واذکر اسم الله و خمر اناءک واذکر اسم الله ولو تعرض علیه شیئا. برادر عزیز، پیامبر گرامی گفت که هرگاهی که شما در را میپوشین، در خانه‌تان وقتی میپوشین، بسم الله الرحمن الرحیم گفته یا بسم الله گفته در پوشین، یعنی اسمی الله را برین. هرگاهی که اگر چراغی را خاموش میکنین، بسم الله گفته خاموشش کن. هرگاهی که اگر ظرف آبدار اگر میخواهی که بالاش پوشانین، پوشاندن ده بسم الله الرحمن الرحیم گفته مقصد دهن آب پوشان. و همچنان هر یک کاری را که در خانه انجام میتین، هم را بسم الله الرحمن الرحیم گفته اگر انجام کی دادی، پیامبر ما گفتن که این حالت ده شیطان، یعنی دیگر قدرت کشادن در شما یا سرپوش آب گرفتن یا چراغ گریان کردن، دیگر این قدرت پیدا کردن نمیتونه وقتی به نام الله اگر وقتی شما وای میگذارید. در زیر همین حدیث برادرای عزیز از جناب حافظ ابن حجر اسقلانی میگد فی فوائد حدیث
ابي هريره وكلامه مع الجني الذي كان يسرق من تمر صدقه. حضرت مقصد در همینجا یک سخنی میارد که میگه فایده این حدیث میگه در این است که یعنی جنها میگه جنها و ان الجن یاکلون، جنها میخورن، یاکلون من طعام الانس، از خوراکای انسان هم یعنی خورده میتونن. همین چیزی را که ما میخوریم اونها هم همین خورده میتونن، وقتی که اگر به شرطی که ما یعنی به بسم الله آغاز که کردیم اونها در ما شریک میشوند. یعنی خلاص بدونید که از خوراکای ما هم خورده میتونن. و دیگر و انهم یتکلمون بکلام الانس، اونها با همین سخنی را که ما تو گپ میزنیم، با همین حرفی که ما تو گپ میزنیم اونها هم سخن میگن، تکلم میکنن، یعنی با همین زبان ما تو هم گپ میزنن. و انهم یسرقون و یخدعون. ابن حجر میگه امکان دارد که جنها دزدی کنن، یعنی از مالهای شما چیزی را دزدی کنن و بیشتر شماها را فریب میکنن، یعنی بسیار دروغگو هستن. میگه از این لحاظ یعنی این حدیث هم برادر عزیز دلالت بر همین میکند که یعنی جنها قوت برداشتن دارن. یعنی اگر شما در به بسم الله محکم کنین کشادش میتونید، سرپوش آوا اگر به بسم الله مانین برداشتش میتوند. همین را ابن حجر اسقلانی در زیر همین حدیث آورده است. حدیث دیگری که ابو داود میاره در سننش از حضرت انس میگه قال رجل یا رسول الله، یک مرد پیش پیامبر آمد گفت ای پیامبر گرامی ان كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها اموالنا. ای پیامبر گفت ما در خانه آدم بسیاریم، همچنان مالمون هم بسیاره. فتحولنا الى دار اخرى، وقتی که ما گفت از اینجا کوچیدیم به دیگر خانه رفتیم مالهامون کم یافتیم، قسمت مالهامون نبود. ای پیامبر گرامی همینجا چی باشد؟ علاج همین چیه؟ حکمت همین چیه؟ پیامبر ما گفتن که ذروها ذمیمه، شما گفتن همون منزل گفتن ترکش کنین، دیگر در همون منزل بازگشت نکنین، که یعنی مکانی خوب نبوده است. در اینجا در شرحش میگه که یعنی امکان داشته است که همون مالهای همواره، چیزهای همواره یعنی جنها برده باشند. زینی هاست برادر عزیز، ایرا من برای شما نگفته نماند گفته، من به سمع شما این هم رسانیدم. الحال برادران عزیز، من صحبت امروزم برای برادرانی که امروز همچون جنخان معروفن، یعنی نام فلانی را میگیرن میگن بسیار جنخانه، یا در ما مردم اول دعاخان معروف بود، حاضر به جنخانی مردم معروف شده است. از این لحاظ من به برادرانی که امروز این راه را انتخاب کردن یا بگیم به همین کار سر کار دارن یک مراجعت دارم. مراجعت من یک مراجعت برادرانه است. مراجعت من همین است و از روی دانشم، از روی خواندگیم، این که این کاری را که شما برادرای عزیز دست گرفتین و این کاری را که آغاز کردین و به این کاری که شما سر و کار دارین، بسیار طی کردن همین راه را طی کردن تا همون منزل آخرش رسیدن خیلی کار دشواره. ایرا دانسته باشین، ایرا دانسته باشین. برای انسانی که از عهده آن چیزی که من در اینجا میخوانم اگر برآمده تواند، انشاءالله اینها تا همون منزل آخر رفته میرسن و انشاءالله ثواب هم میگیرن، اجر هم میگیرن، پاداش هم میگیرن. بین در نزد مردم ارزش هم پیدا میکنن، احترام هم پیدا میکنن. لیکن اگر آن چیزهایی را که من حاضر گفته میگذارم در شما نباشد برادران عزیز، اگر مقصد فقط ببینین که همین یک راه زندگی یا یک راه چهارتنگه به دست آوردن، ولی شما از آن چیزهایی را که من در اینجا برای شما میگم که باید جنخان اینها را با خود داشته باشد نداشته باشی، برادر عزیز این کار را برای خودت پیشه نکن، زیرا این کار خطرناکه. در این حالت تو در نزد جن
بسیار ضعیفی، هیچ قدرت و قوتی نداری و زود است که او خودتا، عائلتا، فرزنداتا بسیار زیان کلان میته، بسیار ضررهای زیادی ده تو روبرو میشه. به این خاطر برادر عزیز، من به شما ایرا همچی یک برادر مسلمان مراجعت میکنم که راه انشاءالله راهی خوبه، راهی نیک است. به شرط ممکن بعضی برادرای ما که امروز دعا خوانند، این معلومات هایی که من میتیم حاضر از این معلومات ها شما شاید که آگاهی نداشتین، لیکن الحال که گوش کردی برادر عزیز من، این چیزهای گفتگی را با خود بگیر. این یک مصلحت های، یک نصیحت های، یک خیرخواهی من در حق تو های. این را بگیر که تا که هم در بین مردم و هم در نزد الله هم برادر عزیز شرمنده نشی، خار نشی، مقصد بدنام نشوی. اینها را من به همین خاطر با سمع شما همچون غنیمت شماریدم. امروز همین امکانیت و به گوش شما میرسانم که تا شما این را با دقت گوش کنید. برادران عزیز و گرامی، انا برای آدم جینخان من 1 2 3 4 خوانده رفتن میگیرم چی چیزها مهم است. چیزی که در شریعت ببینید که میگه والاولا بالامامتی اعلم بسنتی، یعنی کسان نماز مردم خوانده میتونن، کسان مقصد پیش میدرآیند، کسان امام شده میتونن که اونها وقتی که عالمی به سنت باشند، یعنی هم ظاهری سنتی داشته باشند، یعنی دارای مثال سله دارن، دارای مثال سرپوشن، ریش دارن، مثال جلک دارن، بین یعنی هم ظاهرشان به سنت آراسته شده است و هم از علم قرآن، از علم فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروه، بین مباح، مفسد، همه اینها آگاهی داره. این آدم وقتی که از همه اینها که برخوردار شد، بعد پیش می درآید و مردم از پشت او اقتدا میکنن. انا برای همین برادرای جینخانی ما هم مهم آن چیزهایی که من میگم با خود داشته باشی دادر عزیز. انشاءالله تو در راه نمیمانی، یعنی تو شیط در راه بود نمیشود، یا تو در فلاکت و در حلاکت و در شرمندگی ها هیچ وقت انشاءالله مبتلا نمیشوی. اکنون گوش کن سخنی مرا برادر عزیز. یکم دعاخوان برادر عزیز باید نه کم از 1 پاره قرآن هر روز خواند. اگر بالاتر 3 پاره خواند نور بالای نور می شود، لیکن اگر نتانیست 1 پاره یا 1.5 پاره هر روز باید وظیفه تو این باشد. خواه از قسم سحر میخوانی، خواه از قسم نیمی روز میخوانی یا بگاه، خلاص در همین 24 ساعت باید نه کم از 1 پاره قرآن تو تلاوت کنی. این یک. دویم، 5 وقت نمازی تو هیچگاه باید قضا نشود، یعنی نمازها تا برادر عزیز با وقتش بخوان. تماما تنبلی در نماز نکن، زیرا من این چیزهایی را که برای تو میگم از اینها جنها بسیار اهمیت میتن. هرگاهی که تو به قرآن مشغول شوی، به نماز مشغول میشوی، شیطان هیچ وقت، جن هیچ وقت به تو نزدیک شده نمیتونه. برای ضرر رسانیدن قدرت قوتش نمیرسه. اینهایی که من میگم حاضر اگر تو اجرا کنی، در این حالت جن ضعیفه و تو قوی. انشاءالله دیگر بپروا، نه فرزندکاتا نه خانوادتا هیچ زیان و ضرر داده نمیتونه. 5 وقت نماز هم دائم ادا شود. سیوم، ذکر سحر و بگاه، یعنی اینها هم برادر عزیز با حدیث ثابت شدگی‌اند. ذکرهای سحر و ذکرهای بگاه، یعنی وقتی که شما سحر که خیستین میتونیم پیش از بامداد، میتونیم بعد نماز بامداد این ذکرها را حتما خوانید، یا شب پیش از خواب ذکری شام داریم، ذکری شب داریم و یا حتما خواندن در کار، بعد خواب کردن در کار. علال خصوص این که آمای برای همه لازمه،
این ضروره. این برای تمام مردم پیشگیری از بیماری، همین چیزایی که برای جینخانا میگم برای ما هم، برای کسایی که با جینخانی هم مشغول نیست، برای اینا هم مهم است، لیکن برای جینخان بسیار مهمی بد است. خب دیگر چهارم، در خوردنت اهمیت بده. یعنی خوردنیات اهمیت بده که تو چی میخوری. برادر عزیز، این فکر میکنم کم کم ممکن دشواری بیاره، به خاطر که در خوردن اینجا نفس نقش مهم میبازد. اگر به شرطی که شما نفس پایمال کرده بتونین، اگر نفس کنترل کرده بتونین، این بی‌نهایت برای شما مهم است برادر عزیز، بی‌نهایت مهم است. این شما باید برادرای عزیز من، کسایی که به جینخوانی مشغولین، شما از این نوشابه هایی که می نوشن احتیاط کنین. از نوشیدن این نوشابه هایی که امروز هست بسیار احتیاط کنین. اینها برادرها نوشیدنشان ناجایز نیست، نوشیدنشان یگان کراهیت نداره. ماها مثال نوشیدن ایره در یگان جا من نمیکنیم، ولی برای شماها احتیاطش بسیار مهم است. چگونه ای که مردم نفس میگفتن، دم میگفتن، بسیار دم نفس خوب داره. انمو دم نفس خوب برادرای عزیز از حساب لقماتون اهمیت بتین، که مثال شما چی ها میخورین. در بسیاری از در وقتش برادرای عزیز، اگر شما پیشتره را ممکن اگر یاد نداشته باشین، حتی دعاخانهای ما یا کلانترهای ما در زمانهای حکومت سویتی بگیم احتیاط میکردن، حتی گوشت مگزین نمیخوردن. و میدونین که هرگاهی که همونا سوره فاتحه را درست خواندن نمیتونستن، یکی می آمدن در بالای بیمار یک بار شوف میکردن، همون بیمار الحمدلله رب العالمین که خدای مهربان را شفا میداد. میدونین ای چی حساب؟ ای حساب پرهیز و تقوای خود همونا پرهیزکار بودن. بسیار پرهیز میکردن. من چندین نفرهای را یاد دارم که در همون ما جوان هم بودیم، لیکن خانه ما دا آمده وقتی میخواندن اونها همین سخنها را میگفتن. از این لحاظ در مسئله خوردن دادرای از بسیار اهمیتی. حاضر هر گونه آبها برآمدگی است، هر گونه نوشابه برآمدگی است. خلاص اونها را نوشیدن که گرفتین، هر نمود شکلات ها برآمدگی است. دیگر دست به اینها که زدین، اگه شما باید احتیاط کنین. شما باید که از دیگر نفرها فرق کنین و از اینم جین استفاده میبره. خلاص برادر عزیز، در اینم بسیار اهمیت مسئله خوردن دم. پنجم برادر عزیز، در مسئله تهجد. تهجدت هر شب خوانده شود. نماز تهجد هیچگاه ترک نکن. دیگر هرگاهی که شما دعوت میشین برادر عزیز برای خانه کدام برادر مسلمان دعا خواندن، کوشش کن که مقصدت خاص به خاطر خدا باشه. مقصدت برادر عزیز برای که وی مالدار، پولدار، وظیفه‌دار، یا مقصدت خانه فلانی نرفتن که وی کم بغل او ترا پول کم میته، اینها را برادر عزیز در نیتت ایرا جای نکو که همون جنها هم به حال شما میخندن. من نفری را میدانم حاضرم حیات برادر عزیز، من که از وقتش نام نمیبرم کسی را، لیکن اگر لازم شید و درکار شید من برای شما میگم. میگن وقتی من دعا میخواندم یک دخترک میخندید. میگفتم چرا میخندی؟ او ای زبانی جین گپ میزنه. میگم خیرگاش گفت آخی
ана ту қатима сар кор гирифта наметонӣ. мақсад ту мара аз вуҷуди и бемор бироварда наметонӣ. барое ки ана мега вақте баъзе ҳамун мақсадҳову баъзе ҳамун ҳаракатҳои мара баён кард, ростӣ гуфт хиҷолат шидам худам, изо кашидам. давоми ин қисса як чизое ҳаст ки аки ира ман дигар ҷои умум ки гӯш мекунанд гуфта наметонам. ва ило ҳамун бечора аз назди ҳамун бемор як хиҷолату шармандавор хиса рафтагӣ аст. аламин ба хотири он буд ки бо як нияти нек, бо як нияте ки аллоҳи меҳрубон, ман дар ҳамин роҳ мерам, бояд нияти тамин бошад. худоё мара аз зарари ҷинҳо нигаҳ бидор. худоё ҳамин бандаҳа ки дар тараҳҳум ку мара сабаб бигардону, худо ҳамира шифо бубахш. аку мардуми мо як мардуме ҳаст, бародарои азиз, ки ҳамамон медонем ҳамин хонаш ки даъват кард, ҳатман ин чиз дигар дар урфу дар одатай. ҳатман мақсад як сафедӣ гуфта дар дасти ход домла бошад, ход дуохон бошад, касе бошад, як сафедӣ гуфта дар дасташ метаб. барои ҳамин чизе ки бародари азиз ва гиромӣ шуморо метаҳанд, ҳамуда шукр кунем, нагем камай, нагем зиёдай. ман қиссаҳои пештар дар хондум ки занеро ки фарзандша паямбар хон 3 гӯсфандш дод, як гӯсфандша гирифт, 2 гӯсфанди дигарро баргардон. ира меган аз гӯшаи эмондорӣ, ира меган аз гӯшаи раҳм. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ дар ин масъала ҳам эҳтиёт кунем. оле ман аз шунидагиҳое ки дорум, баъзеҳомона ки яками 4 кас ки шинохт, ё як кас ҳамин қаки гуфт фалониро овардам, касалим сиҳат ёфтай, дигар вақте зангон мезананд, мошин равон мекунад, мега мепурса чӣ хеле мошин роҳӣ мекунӣ. агар бигӯя ки мақсад ҳамин мошинакҳои 3000 4000 бигӯя, мақсади намешавад. ягон мошини беҳтар равон кун. то ҷое шидай бародари азиз ки хӯрокотона дар хонаҳои ҳамо закас мекунед аллакай. ман фалон фалон хӯрока мехӯрам. ин корҳоро накунем бародарони азиз ва гиромӣ. инҳо ба хайри шумо нест. инҳо барои шумо ягон некию хайр намеорад. мардума ҷудо накун ки ин боя, ин камбағал. баъзеҳош адрестон метум, ман рақамотона метум ки фалониҳо ҳастанд, гашта занг мезанад, мега бобои ҳоҷӣ телефонмона намегирад. мегӯм чӣ баб, якум бор омабуд. ана ягон мақсад дуоша гирифта будем, хай гирифта будему, хай ки мумкин камтар бошад. барои оне ки ӯ камтар дуо гирифта, дигар телефонша намебардорӣ. ҳамин дуохоние ки барои маблағ бошад, ранги хитам дар гур, ҳамун ранги дуохонитам дар гур. эй бародари азиз ва гиромӣ, мо ина 30 сол шид, алҳамдулиллоҳи роббил оламин, ки дар ҳамин даъватҳо, дар ҳамин хонаҳои мардум меҳмон шидем. ба валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам ки мо касеро напурсидем ки ту аз куҷоиву, ту киеву, ту чӣ дориву, ту чӣ надорӣ. мерем ба дар хона шинос мешем. ба 4 рӯзи ҷинхонӣ дигар мардума баъд чӣ корш мекунӣ? баъд медонӣ ки ҳамин ниятҳои нопоке ки қатӣ ту мерай, ҳамун касалиро агар ба шарте ки як нимкола як беҳбуд шавад, исо биё бо ҳам 1 рӯз ё 2 рӯз пас бо ҳамун мубталоам беморӣ мешавад. иллатша будом ки барои чи ай, сабабша будом ки барои чи ай. халас дигар чизе ки ман ба гӯши ту мерасонам ин аст ки вақте мерай дигар ба молу ба пулуш аҳамият натеҳ. ба бою ба камбағал ҷудо накун, зеро ин ба фоидаи ту намешавад. ба ин ниятҳо дар чанголи ҷин мезанӣ, бо дар ягон беморию дар ягон мушкилоти дигар рӯбаруд мекунад. дигар хоб дар вақти хондан ҳатман дар вақте ки шумо беморро мехонем, ҳатман ҳаракат кунем ки ҳамон духтаракеро ки мехонем ё занеро мехонем ҳеҷ гоҳ танҳо набошад.
حتما محرماش نفری باشه. اصلا در خانه که اگر زن تنها باشه داخل نشین، پرسین ای بیرونی در بپرس. مقصد در تا وقتی میکشه پرس خانه در یگان مردینه هست بگه نیست ندارا برادر عزیز. الله و شریعتی او اجازت نمیده که بدروی تا اگر محرم نباشد. اگر باشد بگو فیرات کنین مردینا را مردینا با مردینا قطعی درون بدروین. در حالت خواندن هم وقتی که میخوانین حتما در پهلوتون فرزندار شای، پدر شای، اکا شای، کسی باشد حتما باید باشد. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ میگه انعاس ابن ربیعه حدیث روایت میکند، امام احمد در مسندش آورده، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، پیامبر میگه کسی به خداوند و روز آخرت ایمان دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم منها. هیچگاه تاکید میکنه. ببینید هیچگاه میگه با زن در حالت تنهایی به محرمش هیچگاه نشیند. فإن ثالثهما الشیطان. این پیامبر مهربان، این پیامبر بسیار غمخوار ما میگه که زیرا سیوم شما شیطان میشود. یعنی اگر به شرطی که شما تنها در آمدن خواندن سیوم شما شیطانه. همون نفرهایی که تنها خواندن نواراشون در یوتیوب و در تلویزیون دیدستین که این بدبختا نه تنها مقصد آبرو یا اینکه بگیم که قدر قیمتشون ای بین بردن، این بدبختا یک ضربه و یک داغ در دین زدن. مردم که ریشی او را میبیند، سله او را میبیند، مردم که اعوذ بالله و بسم الله او را که میبیند و بعدن که دست مثال به این کاری ناجایز که میزند، بین همین را مجبور شدن که بکنن که تا که دیگراش برای دیگراش پیشگیری شود. از این لحاظ پیامبر نازنین میگه سیوم تون شیطان میشود. احتیاط که برادر عزیز. آبروی خودت میل شکل تو آبرو میداشتی این کار رو نمیکردی، لیکن در دین شما داغ میارین. وقتی رفتی هم بیماره شر نیست که روی بیمار تو نگاه کنی، شر نیست که دست دراز کنی در دست بیمار و پای بیمار رو بخپی. این هم یکی از تاکیدهایی که برادر از در همین جا آمده است. دیگر چیزی که آمده است، خب وقتی که بیمار صحت می شود هیچگاه او را از خودت نبین. وقتی بیمار خداوند شفا داد زنگ زد که داملا یا حاجی یا قاری خدا برکتت کرد که بیماری ما شفا یافت، بگو این فضل الله بود، او شفا را الله دادگی. ما هم یک آدمی سببیم، یک آدمی واسطه شدگیم، ای دستی ما هیچی نمیاد. الان این کار حتما فضل الله بود، این مرحمت خدا های، این قدرت الله های. ما فقط یک سبب شدگیم، هیچگاه شفا را ای خودت نبین. دیگر برادرای عزیز میبینیم بچه ها خواندناشون را زپس میکنن. یعنی یک بیمار را میخوانن بعد زپسش میکنن، بعد در دیگرایشون میتن اینا نگاه کن. یکمش که ای برادر عزیز ای ریای، ای رکلام های، ای خودنمایی های. دیگر اینکه شما آبروی همون آدمی را که در همون جا میخوانین در بین مردم در عزت نفسی ما آدم میرسین. و آدم وقتی مردم میبینه و میشناسد در یوتیوب، این آدم میبینن در یک حالت ناگوار پگاوی سیاه شده است، خودش که اگر دویم باره ببینه هزارها حقارتت میکنه تره. این کارا نکنین برادر عزیز. بیمارها را مثال در نوار نگیرین. خب دیگر چیزی که برادران عزیز من اینجا برای شما دو چیز دیگر، یکی کنترل نفساتون. باز یک بار دیگر در ابتدا گفتم نفس کنترل کنید.
خدا رحمت کند بابای مولا شریف یکی از استادای من بود. وای میگفت که آدم اگر همین نفس بالا را قطعی نفس پایانش اگر به شرطی که کنترل کرده بتونه همون بیشک بچم اولیاه. یعنی در آدم دو نفس های، نفس بالا و نفس پایان. همین دو نفس اگر قپیده بتونه میگوه بیشک بچم ولی است، او اولیاه، او دوست خداه. لیکن حقیقت گپی هموناه. برادر از هرچی مردم شرمنده میشه همین دو نفس، یکی نفس بالا یکی نفس پایان. من در اینجا یک حدیث آوردم، پیامبر گرامی را بین میگه که حدیث متفق علیه است، ابن عباس میاره، میگه لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاه الا تراب. پیامبر میگه اگر برای فرزند آدم یک وادی، تصور کنید که یک دره کلان، یک مثال همین در یک قده بسیار طولانی ده میلیون تن اگر طلا را بریزن بگن همین مال تای، میگه احب ان یکون له وادیان، میگه فرزند آدم میگه کاش که مقصد با 1 میلیون دیگر میشید. و پیامبر نازنین گفت هرگز گفت شما از مال دنیا سیر نمیکنین تا زمانی که خاک لحد در دهنتان نریزد. خلاص احتیاط کنین برادرای عزیز در مسئله نفساتون، هم نفس بالا هم نفس پایان. دیدیم بسیار شرمندگی ها را دیدیم. بسیار احتیاط کنین برادرای عزیز. خودتون احتیاط نه، دینتون احتیاط کنین، شریعت احتیاط کنین که اینام بعضی از پلیده ها شریعت ما بدنام شده. مردم دیگه رنگی که اعتقادش از همه آدمای ملاها و دعاخوانها پریدگی های. در اخیر برادر عزیز چیزی که برای شما بسیار مهم است این ترس خدا است. از خدا بترس دادر عزیز. ای دعاخوان، ای جین خان، ای خدا بترس. الله را همیشه حاضر و ناظر بدان. قصه یوسف و زلیخا را در نوارها دیده بودین. وقتی که یوسف وارد خانه کرد زلیخا، اونها بت پرست بودن. دیده بودین که همون بت های میده میده داشتن که همراه خدا میگفتن. وقتی درها را بست خواست که با یوسف دست درازی کنه زلیخا، دوید آمد همون بوته که در درون خانه‌اش بود روی همون بوت هم پشان که تا خدای من مرا نبیند. برادر عزیز این خدای ما را پشانده نمی شود. شما را هر یک مقصد شما را، هر یک قدم شما را، هر یک نیت شما را الله می داند. شما ای نظر الله دور نیستین. علم یعلم بان الله یرا. خدا میگه یقین دانین که همیشه شما در نگاه منین، همیشه در نظارت منین. برای شما بسیار مهم است که شما ترس خدا داشته باشید. برادرای عزیز قرآن میگه ان الله مع المتقین، ان الله یحب المتقین. خداوند میگه کسی تقوا داره من همراهشم. کسی ترس دارد یعنی تقوا دارد من او را دوست میدارم. وقتی خدا همراهت باشه، وقتی خدا دوستت بداره، جین در تو ضرر دادن نمیتونه. زیرا تو آدمی با تقوایی آخه، تو آدمی هستی که هر یک لحظه از الله میترسی. ترسی خدا را ببین که هم الله همراهت هم دوستت میداره و هم چی میگه یرزقه من حیث لا یحتسب. حتی همون کیسه ها تا بگیم دستا تا پر میکنم از مال دنیا، اگرچه در گمانت نیست، فقط از من بترس. ترسی خدا برادر عزیز مقصد عدد بیماری های تو کم نمیکنه. ترسی خدا را بین هم ای جین نگهت میداره، هم برادر عزیز هم با از امکانات هم خوب میکنه، شرایط هم خوب میکنه. خدا خودش وعده داده. خدا رحمت کند. صوفی علیه را میگو چونین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. و ناگاه دید آن ملعون شیطان، به مکاری شدت شد طفل عریان. میگه جنید بغدادی میگه یه روز در راه میرفت که دید که شیطان خچه در صورت کودک را آورده. اگه کودک همه دوست میداره کو،
мардум гирифтаву навозиш кестану мепартоям болову бусаш кестану. вақте мега Боязид дидаш, ҷунайди бағдодӣ вақте ки дид шинохташ. ҷаҳад дар гардани ҳар кас савора, ҷунайд андохт сӯи ӯ назора. бигуфт ай лаънатӣ, шарме надорӣ ки худро бар сари мардум барорӣ. гуфт эй лаънатӣ, ма туро медонам ё намешиносам, ту шарм намекунӣ ки дар гардани ин мардум свор мешавӣ. бигуфт ай лаънатӣ, шарме надорӣ ки худро бар сари мардум барорӣ. отура аз пушти ҳамин одам худо нобудат кард, пешат кард, лаънатат кард, бо дар болои гардани ҳамин одамо савор мешавӣ. бародаро, инҷа да тамошо кунед. ҷин чӣ гуфт? иблис чӣ гуфт? шайтон чӣ гуфт? бигуфт иблис, мардум нест инҳо чӯ гову харчарон дар рӯи дунё. بود مردم همان قومی جگرریش که راه حق پرستی کرده در پیش. گفت ای جنید، گفت اینهایی که من سوار میشم، اینا یک نفری هستند، اینا نه در خوردنیشون اهمیت میتن، اینا نه در پوشیدنشون اهمیت میتن، اینها نه در فرمان خدا هستند. اینها یک آدمایی هستند که هر چی باد و باد گفته، هر چی پیش آمد خوش آمد، یا همونا هم. من اینها را مقصد یا را همچی یک گاو خر میدانم. اونهایی را که مثال تو در نظر داری، اونها نفرهایی هستند که از الله میترسند. اونها را من سوار شده نمیتونم، اونها را مقصد بازی درآورده نمیتونم. شیخ سعدی میگفت حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دل بر پلنگی نشست، همه رفت رهوار و مار به دست. یکی گفتش ای مرد خدای، بعد این راه که رفتی مرا راهنمای، چی کردی که درنده رامی تو شد؟ چی کردی که درنده رامی تو شد؟ که نگین سعادت به نامی تو شد؟ بگفت ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگس شگفتی مدار. تو هم از حکم داور سر مپیچ، که سر نپیچد ز حکم تو هیچ. یک صاحب دل میگه دیدن در بالای پلنگ دستشته یک ماره. مردم تعجب کردن، گفتن این درنده را تو چه سوار میشه و این مار چرا تر نمیگزد؟ میگه گفت اگر پگه در بالای فیلم که دیدین با در دستم کرگس هم تعجب نکنین. گفت میدونین سکرتش چیه؟ تو هم از حکم داور سر نپیچ، که سر نپیچ از حکم تو هیچ. همه الله را اطاعت کن، همه اینو اطاعتت میکنن. یعنی برادری عزیز، اگر تو اطاعت الله کنی، همه جنها اطاعت میکنن. حتی جنها اطاعت نه، جنها مقصد به تو نزدیک نمیشوند. جنها هیچ وقت به تو زیان و ضرر رسانده نمیتونن. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی، در این مسئله خیلی باید. در اخیر یک قصه را من همینجا از جناب امام احمد حنبل که ترس خدا داشت میخوانم و دعا میکنیم. میگه که امام احمد میگه در مسجد خود نشسته بود، در مسجد حضرت نشسته بود. شخصی از سوی خلیفه متوکل نزد او آمد. در اون زمانها برادرها خلیفه مأمون انا در زمانهای حضرت امام احمد حنبل بود. میگه یک نفری را روان کرد، نزد حضرت امام احمد حنبل روان کرد. گفت در خانه امیرالمؤمنین دختر دچار بیماری شده است. خلیفه مرا فرستاد تا برای او آمده دعای بخوانی. گفت احمد اکو خیز، گفت خانه خلیفه میرین، دخترچه‌شون مزش گرفته. گفتن بیار حضرت مقصد دعا خوانه. برادرها گوش کنید. امام احمد کفش‌هایش را که از چوب ساخته بود به آن مرد داد و فرمود. همون نماینده خلیفه ده، همون گویم توفلیاش از چوب بوده است. میگه گرفت و در دست همون نماینده داد و گفتش به خانه امیرالمؤمنین برو و پشت سر آن دختر بنشین و خطاب با جن بگو همه رفتی در پشتک همون بیماری بشین، همون کفشای مرا در همونجا بمان و به همون جن بگو، یعنی همون جنی که در همون دخترچه داخل شده، به همون مراجعت که از نام من بگو احمد تو را میان رفتن و میان 70 ضربه با این دو کفش اختیار داده است. گفت ای جن، مرا امام احمد روان کرد. گفت یا از
داخل همین دختر بیرون میشه، ایره رها میکنی، یا این همین کفشایی که در پیشمر کفشای حضرت های با همین 70 تا میخری، 70 تا مقصد با همین طور ما حاضر میزنیم، کدام رو انتخاب بکنی؟ آن مرد میگه در حالی که کفشای امام احمد رو در دست داشت برگشت و پشت سر دختر نشست و پیغام امام احمد را با او رساند. آن جن سرکش از زبان دختر گفت حرف امام احمد را با جان و دل قبول دارم. وقتی این سخنک رسانید، جن یعنی همون دختر از زبان جن گفت که ما سخن امام احمد حنبل با جان و دل قبول داریم و سپارش هم شدگی از بر ما که سخن امام احمد هیچگاه رد نکنیم. برای چی؟ برای آنی که اگر اونها رد میکردن، برادری عزیز و گرامی، امام احمد که سراسر ترس خدا داشت، قلبی پاکی داشت، نیت‌های مثال ویران حرام که نداشت، طعام‌های شبهه آور و هر چی آمد خوردن گرفت از زمره این که نبود، جن او را اطاعت میکرد، میترسید، اطاعت نه میترسید که حتما حاضر بیاید اگر مقصد با این کفشاش مقصد مرا حتما در یک حالت ناگوار قرار میدن. و حتی گفت که ما در امر شدگی است که از امام احمد حنبل اطاعت کرد. ولی در دوام قصه میگه وقتی امام احمد حنبل از دنیا گذشت، بعد با همین دختر مبتلا شد، ولی تا وقتی بود و بیمار نشد. حاضر میدونید که شما میخوانین این طرف میگرده با همون بیماره. برای چی؟ شما خودتان باید فهمین که یعنی عهده‌برا نیستین، یعنی عهده‌برا نیستین، شما همون تیاری و آمادگی که لازمه شما هم را ندارید. برای همین تا جایی که او بیماری یک بهبودی شود، یک باره مقصد در یک حالت خیلی وزنین با مبتلا می شود و ایش از حساب شما می شود. برای که مقصدها برادر عزیز خالص نیست، نیت‌های از برای خدا نیست، برای همین نتیجه نمیده. ولی در همین امر معروف هم 5 چیزی را که ابوالای سمرقندی میاره یادش میاد، میگه اگر تو نیتت به خاطر خدا نباشه، اینمی اگر شب روز که بگو یک آدم ای گپی تو یعنی سبب هدایت یک نفر نمیشه. یکی از سبب هایی که مردم گپی تو را گوش میکنن این است که مقصد تو، نیت تو خاص به خاطر خداه. ان همین جا بین مقصد امام احمد حنبل از چی عبارت بود؟ یک کفشاش بردن خودش نرفت، میگه بیمار جن مثال ای وجودی او دور گشت. وقتی حضرت ای دنیا گذشت دویم باره میگه همین جن آمده در همین دخترک باوری چید. از این لحاظ برادر از من اینها را آوردم چگونه در اول گفتم من یکی از خیرخواه شما، یکی از بگیم که بدخواه شما نیستم، یا در راست شما یگان مقصد غرضهای بدی ندارم. اینها را گفتم که تا که شما از این پیروی کنین با یک گویم از همین وظیفه‌ای که در پیش گرفتین از همین از عهده‌اش برآمده بتونید تا مردم با شما رحمت بگن. احتیاط کنین برادران عزیز و گرامی، حرکت نکن که همین نام من مقصد شهرت من بلند شود. اگر به شرط نام تان بلند شد، شهرت تان بلند شد، خطابو کنترل کن. دیگه ایتری ایهات دیگر هر کس ناپسندی و اهمیت ندادن و دیگر مردم خطی دغلانه گپ زدن و اینها را نکن برادر عزیز که این برای ما و شما زیبنده نیست. الهی مهربان تن صحت و ایمان کامل و سعادت دنیا و آخرت نصیب گرداند. آمین یا